وقت بخیر و خوش برگشتید به چنل خودتون. من هنا هستم، تاروت ریدر شما، و در این ویدیو با فال ماهانه بهمن برای هر 12 ماه در خدمت شما هستیم. اما این قسمت در مورد مردادی های عزیزمون خواهد بود. قبل از هر اتفاقی سابسکرایب چنل رو انجام بدید و لایک ویدیو رو هم همینطور تا انرژی خوب خودتون توی فالهای خودتون جاری باشه. و بعد شما مردادی های عزیزمون، تا زمانی که این برگه ها رو برای این فال ماهانه بهمن براتون بر میزنم، لطفاً در مورد نیت و خواسته ای که برای این برج دارید تمرکز و تفکر کنید. همونطور که میدونید فال های ماهانه از 3 بخش تشکیل میشن. بخشی در خصوص گذشته به حال، قسمتی در مورد آینده، کارتی از یک شانس و برگه از یک چالش که برای شما گوشزد خواهم کرد. خب حالا که نیت کردید و تمرکز کردید، بریم با هم به سراغ برگه ها و اول هم این رو ببینیم که چه چیزهایی هست که مربوط به گذشته است ولی میتونن در این برج همچنان ادامه داشته باشن. یکی از برگه های التیام و شفا رو میبینیم. منظور این هست که اگر بیماری، مریضی و یا مشکلی، چه برای خود شما چه برای یکی از افراد خانواده، چون عزیزان و نزدیکانی هم که میتونن تحت تاثیر این کسالت بوده باشن، در برگه دیده شده. تمام شدن یک چرخه از یک بیماری رو میبینیم، یا کم کم یک پروسه درمانی که آغاز شده بوده و کاملا 50-50 بوده. یعنی گفته بودن که تا اون رو شروع نکنید به شما نتیجه نمیده که ما بفهمیم خوبه یا اینکه بی تاثیره. اثرگذاری اون رو میبینیم که کم کم یک نگرانی و یک استرس بسیار بزرگ رو در مورد این زمینه درمانی میتونه به وجود بیاره. و اما اگر خود شما به دنبال یک عمل جراحی بودید یا به دنبال یک مسیر پزشکی بودید و نمیدونستید در چه زمانی انجام میشه، این مسئله هم در این برج مقابل شما جای خواهد گرفت. از طرف دیگری یک دغدغه خانوادگی رو میبینیم، یا یک محیط شغلی که مشکلی داشته ولی این مشکل قرار هست تموم بشه. اگر در مورد مسئله خانوادگی باشه، یا بدشانسی های عضوی از اعضای خانواده، یا سنگینی ها، یا یک سری اتفاقات منفی سلسله واری که برای این فرد بوده، میتونه به اتمام برسه. یا در نهایت اگر شما بحثی کرده بودید در پاییز، یعنی فصل قبلی، با یکی از اعضای خانواده و گروهی الان بر علیه شما بودند، شما بالاخره راهی رو میتونید پیدا کنید که این بحث ها رو فیصله بدید و تمومش کنید. و حتی یکی از برگه های گفتن یک سری حقایق هست، حقایقی که شاید از اونا میترسیدید ولی بالاخره اون رو مطرح میکنید و مطرح کردن اون باعث سبکبال شدن خود شما میشه و یک نگرانی که همش مجبور بودید از خانواده چیزی رو پنهان کنید یا نگران بودید فرد دیگری بازگو کنه، بالاخره این موضوع هم میتونه به یک اتمام برسه. از طرف دیگری اگر یک چرخه کاری شما پاز داشته، توقف داشته، دوباره برگشتن به یک کاری از گذشته، دوباره بازگشتن به یک محیط شغلی قبلی، یا دوباره مسیرهای شغلی رو برای خودتون راه انداختن و پیگیری کردن و رونق گرفتن رو در برگه میبینید. معمولا نشان دهنده یک آرت و هنر و مهارت هم هست. اگر شما از تابستان هست که در حال خوندن یک درسی هستید برای یک امتحانی، در این برج انجام میشه و بالاخره تمامی نگرانی ها تمام میشن و البته برای شما هم میتونه موفقیت آمیز باشه. یعنی نتیجه‌ای که از این آزمون و امتحان میگیرید دقیقاً مواجه با همون تلاشی هست که داشتید و نتایج قابل قبول و رضایت آفرین هستند. پس آنچه که میبینیم در زمینه مسائل تحصیل هم اتفاقات مثبت رو نشون داده. و اما کمک شخصیت خانمی رو میبینیم که آشنای شما هست، دوست شما هست و کمک این فرد هم برای این هست که شما کاری رو راه بندازید، هم پیشنهاد شراکتی هست. چرا در این جایگاه اومده؟ چون این فرد شما میشناسید، آشنای قدیمی شما هست، آدم با مهارت و با استعدادی هست. این آدم پلی رو برای شما ایجاد میکنه، یا برای یک شغلی، برای یک کاری، برای شراکتی، و میتونید بر این زمینه اطمینان داشته باشید. این فرد رو از دوستان خود شما یا شخصیت خانمی از آشنایان با حدود سنی بین 35 تا 40 سال میبینیم و این فرد کلید اصلی رسیدن به یا شاغل شدن هست، یا کاری رو راه انداختن هست، یا رونق گرفتن در یک پوزیشن کاری خواهد بود.
ببینیم با هم برگه هایی که مربوط به میانه این برج هستن، تم اصلی هستن یا حتی نشون دهنده زمان حال هستن. به عنوان برگه هایی از میانه این برج، اولا یک مسافرت مهم برای شما هست. این مسافرت خیلی از تصمیمات شما رو میتونه عملی کنه. میخواستید کاری رو پیاده سازی کنید، بعد از این سفر انجام میدید. میخواستید تماسی از فردی داشته باشید، بعد از این مسافرت انجام میشه، چون انرژی شما بالا خواهد رفت بعد از این سفر. و در نهایت معاملات ملکی که باعث اسباب کشی و یا جابجایی هستن، یعنی بالاخره تصمیمی برای جابجا شدن ها هست، رو در این کارت هم برای ما نشون داده. چون از برگه های معاملات هست، فروش رفتن یک ملک خانوادگی هم میتونه باشه، چون تموم شدن یک موضوع خانوادگی هست. اگر مسائل ارث و میراثی هست یا موضوعات پولی که ربطی به پول خانواده دارن و شما خیلی چشم انتظار این پول، این ارث یا این مال بودید، بالاخره در میانه این برج یک سری معاملاتی انجام میشه و واریزی ها برای شما یا امید از یک واریزی هم در وسط این ماه میتونه پیش رو باشه. و اما پیشنهاد عاطفی شخصیت تازه واردی رو جز متولدین کلن پاییز یا تحت تاثیر وعده آب رو هم میبینیم. یعنی کرکتری که میتونه جز متولدین یا تیر یا پاییز یا اسفند ماهی باشه. به عنوان شخصی که شاید حتی در محیط کار شما مدتی روی شما یک کراشی داشته ولی میترسیده به شما نزدیک بشه، یا شما یک حاله ای از قدرت رو داشتید، این فرد نگران بوده که اگر نزدیک بشه از سمت شما ریجکت بشه یا شما ایشون رو قبول نکنید، ولی بدونید فردی هست با به میل خود شما. و البته شخصیتی رو میبینیم که یا صدای بسیار زیبایی داره یا حرف زدن این فرد همیشه بقیه رو مجذوب کرده. پس آدمی هست که یا فرد خاصی هست یا فرد جذابی هست، چون دیگران هم در کنار این فرد دیده شده. یعنی آدمی هست که مطلوب دیگران هست. چشم و ابروی قهوه‌ای و چشمان تیره، پوست گندمگون و روشنی که البته یا موهای بلند این فرد رو نشون داده یا موهای زیبای این فرد رو نشون داده. در کل یک پیشنهاد احساسی هم در میان این برج برای شما دیده شده. شاید مربوط به همون سفر و جابجایی هست. زمانی که جابجا میشید و مسافرت میرید ممکنه این فرد مقابل شما هم قرار بگیره. و اما خود واریزی هایی رو میبینیم. واریزی که اگر شما یک بیزینسی رو از فصل قبل آغاز کردید، یک کاری برای خودتون بوده یا حتی یک آنلاین شاپ بوده، چون از راه دور خرید و فروش انجام دادن بوده، بالاخره میتونید از این طریق یک پول قابل توجهی رو به دست بیارید، چون انگار اجناس رو بیشتر کردن و یا تراکنش ها بیشتر شدن رو هم در برگه برای شما نشون داده. یک حکمیه که اخباری رو هم میبینیم که باعث میشه شما از یک نگرانی یا شما از یک ناامیدی خارج بشید. انگار حکمیه اخباری باعث انتخاب مهم شما میشه که حالا هم در این برگه وجود داشته. و اما بخشی از یک واریزی رو میبینیم که شاید منظور از این حکم تاییدیه یک وامی بوده و بالاخره تایید شدن این وام و پرداختی اون هم مربوط به میانه این ماه خواهد بود. ببینیم برگه هایی که مربوط به پایان این برج هستن یا مربوط به مسائلی هست که اگر آخر این برج رو انجام بدید بعدها در آینده تاثیرگذار خواهند بود. اولا اگر به دنبال این هستید که یک مسیر شکوایی‌ای رو آغازش کنید، از آخر این برج اگر آغاز کنید، ظرف 7 یا 8 هفته یک نتیجه خوبی داره. یعنی انگار به یک جای خیلی خوبی میرسه برای شما. یا اگر این شکواییه رو آغاز کنید، بدونید در مراحلی قرار میگیرید که برد با شما هست، منفعت با شما هست. حالا اگر در مورد یک مسئله قانونی شما منتظر خبری بودید و خیلی نگران کننده بوده، حتی ممکن بوده بخشی از دارایی رو از دست بدید، ولی بالاخره از کارتایی رو میبینیم که دارایی شما حفظ میشه و اخبار قانونی باعث میشن که عدالت برای شما انگار انجام بشه. و اما از برگه هایی رو میبینیم که دوستان تازه، جمعهای تازه، میهمانی های جدید یا افراد جدیدی قرار هست از پایان این برج به شما نزدیک بشن. پس اگر میهمانی دعوت میشید، اگر در محیطی قرار هست که شما باشید به عنوان حالا یک بزرگداشتی هست، همایشی هست، دوره همی هست، سعی کنید به این میهمانی برید. بهتر هست خودتون رو منزوی نکنید. شما میتونید در این محیط ها افراد تازه‌ای رو پیدا کنید که درک مشابهی از شما دارن یا شما رو از خودخوری ها، نگرانی ها و ناراحتی ها دور کنن که یکی از کارت های التیام هم هست. چون اول فال گفته شد، بنابراین التیام و شفا کلا در این برج هست، هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ روحی. و البته یکی از کارت هایی رو میبینیم که اگر شما اپلای کرده بودید برای مسیر مهاجرتی، ممکنه نتیجه یا منفی باشه یا پرونده شما به حالت تعلیق در بیاد و فعلا سکون و رکود هست. یعنی در این برج به دنبال جوابیه مثبتی هستید که ممکنه این زمینه برای شما این تاییدیه خوب رو به دست نرسونه.
و اما یکی از کارتایی رو هم میبینیم که نشون داده در مورد جنجالی که برای جدا شدن از فردی داشتید، حالا چه به لحاظ دوستی بوده، چه شراکت بوده، چه در مورد یک مسئله ازدواج بوده، به توافق رسیدن و بالاخره مسیر سالمی رو برای جدایی ها طی کردن هم نشون داده. حالا اگر شما در ازدواج و تعهلی هستید، بدونید یک سری میهمانی خانوادگی هست در پایان این برج که شاید بعضی از آدم‌ها در این میهمانی خانوادگی حسادت و چشم داشتی به سلامت ارتباط شما داشته باشن. مراقب این افراد باشید. ممکنه حرفهایی بزنن که شما یا به فرد احساسی بدبین بشید یا شک کنید. به جای اینکه در مورد سری قضاوت کنید، با خودش صحبت کنید مستقیما، تا از یک سردی و تا از یک جدایی بتونید فاصله بگیرید یا بتونید جلوگیری کنید از یک چیز اشتباه رو، قضاوت اشتباه رو که در پایان این برج خواهد بود. به عنوان یک چانس یا یک شانس، اولا از برگه های کارما هست. اگر فردی در حق شما بدی کرده بوده، اگر شما رو ناامید کرده بوده، اگر شما رو دلسرد کرده بوده، در این برج برمیگرده و شانس این هست که این فرد پشیمان هست، در حسرت نداشتن شما هست، در حسرت اشتباهات گذشته است و به فکر یک جبران خواهد بود. اگر شما جزو دسته افرادی هستید که چیزهایی رو از دست دادید و خیلی ناامید هستید، امیدواری های جدیدی رو از این ماه با حمایت افرادی میبینید که اصلا ازشون انتظار نداشتید. اعضای خانواده‌ای که همیشه به نوعی پشت شما رو خالی کرده بودن، انگار از این برج میتونن حمایتگر شما باشن. و اگر شما بابت اشتباه خودتون خودتون رو سرزنش میکردید یا بابت یک ارتباطی نمیتونستید از یک فردی بگذرید و همش میگفتید که من پس کی میتونم از وایب و انرژی این فرد دور بشم، از این برج توانایی این موضوع رو خواهید داشت. نه چون یکی از کارت‌های ترک کردن هست، ترک کردن فضای منفی هست، دور شدن از آدم‌های منفی هست و فاصله گرفتن از یک نقطه منفی در زندگی و رسیدن به انگیزه تازه، خلاقیت تازه و توان تازه است. حتی اگر تمرکزی رو برای تحصیل از دست داده بودید، به طور دوباره به دست میارید. خلاقیتی رو برای آرت و موسیقی و هنر از دست داده بودید، به طور دوباره حوصله‌اش رو دارید و میتونید خیلی هم پر انرژی اون رو پیگیری کنید. و اما به عنوان یک چالش، یکی از کارت هایی رو میبینیم که نشون دهنده این هست که در مورد شخصیت مرد جوانی در حدود سنی 23 تا 35 یا 37 سال باید دقت کنید. این آدم ممکنه به شما قول بده که کاری رو راه میندازه، دروغ میگه، حرفهاش توخالی و پوشالی هست. ممکنه این آدم بخواد به شما نزدیک بشه و بگه که بسیار عاشق و دلباخته است ولی دروغگو هست. شاید حتی این فرد به شما پیشنهاد شراکتی رو، یعنی با هم کار کردنی رو بده و بگه که میتونید تو این کار موفق بشید چون خودش هم در این راه هست، ولی میخواد پولی رو از شما بگیره، سرمایه‌ای رو از شما بگیره و کلاهبرداری رو میبینیم. اطمینان کردن برای کاری به چنین شخصیت مرد جوانی پیشنهاد نشده، برای شما دغدغه و دردسر ایجاد میکنه یا این فرد میتونه برای شما مشکلات رو پررنگ‌تر کنه، حتی مجبورتون میکنه از یک محیطی برید در حالی که به اون علاقه دارید. شاید منظور در محیط کار هست. اگر میخواید شیفتتون رو، مسئولیتتون رو به فرد دیگری بسپرید، برای شما خوب نیست. خودتون مجبور میشید اون محیط رو ترک کنید چون به اشتباه به این فرد اطمینان کردید. به چون این شخصیتی اطمینان کردن برای شما بد هست. بهتر هست کارها و مسئولیت‌ها رو خودتون انجام بدید، به دیگری سپردن درست نیست. حالا اگر یک آدمی به شما میگه که من مثلا جواب یک امتحانی رو دارم و بهتون میگه 100% پاسخها درسته، 100% دروغگویی هست و میتونه یک کلاهبرداری باشه، بدین شکل شامل تفاسیر برگه های فال ماهانه شما مردادی های عزیز برای برج بهمن بوده.